با سلام مجدد به دوستان عزیز. توی این ویدیو میخوایم در مورد بوردرها در CSS صحبت کنیم. اگر خاطرتون باشه قبلا ما در مورد بوردرها یک مثال خیلی کوچیکی زدیم، ولی توی این قسمت به دیتیل بررسیش میکنیم و اگر بخوایم بذارید رنگ این رو خوبه. وقتی کلمه بوردر رو می نویسیم از ما انتظار داره که 3 تا ولیو بهش بدیم. ولیو اول اون کادریه که دور باکسمون میفته، ما برای مثال 10 پیکسل براش اختصاص میدیم. ولیو دوم اون طرحیه که ما میخوایم اون بوردر ما داشته باشه. برای مثال الان سالید میذاریم و ولیو سوم رنگی هست که ما میخوایم بهش بدیم. این رنگ طبق اون چیزی که در ویدیو قبلی صحبت کردیم با هر متدی میتونیم این رنگدهی رو انجام بدیم. اگر با RGB باشه، هگزادسیمال باشه و هر نوع استایل دهی. ما اینجا به طور مثال برای اینکه معلوم باشه رد من در نظر میگیرم و اگر این رو سیو کنیم و به صفحه HTML بریم میتونید ببینید که دقیقا منظور از بوردر چی هستش. بوردر این قسمت قرمز رنگی هست که ما با این خط از CSS تعیینش کردیم. خب اگه این سالید رو بخوایم تغییرش بدیم، یه طرح دیگه برای بوردرمون استفاده کنیم، داتد اگر سیوش کنم، بله ببینید که استایلش تغییر کرد. ما یک استایل دیگه داریم، دشت، سیو میکنیم، ببینید. خب چیزی که اینجا باید براتون توضیح بدم اینه که این بوردری که ما می نویسیم یک شورتکاتی هست که به ما میگه که وقتی این بوردر رو به تنهایی می نویسید من توی تمام سایت ها اعمال میشم. حالا منظورم از سایت، اگر بریم توی براوزر میبینید که تاپ، لفت، رایت و باتن. خب اگر ما بخوایم به طور مثال بوردر تاپ رو تغییر بدیم، بوردر تاپ، ما میتونیم همین 3 تا ولیو رو بنویسیم، مثلا بهش بدیم یه رنگی که فرق بکنه با قبلیمون. میبینیم که به طور خاص بوردر تاپ ما مثلا با بقیه بوردرهای دیگه که حالت خلاصه نوشته بودیم فرق میکنه و این رو میتونید برای هر سمتی لفت، رایت و پایین اعمال کنید. ولی این خلاصه، این خط کد خلاصه، به جای اینکه هر کدوم از اینا رو بیایم دونه دونه بنویسیم، با یک خط کد CSS میتونیم به تمامی سایت های صفحه اعمالش کنیم. خب ما میتونیم ویت بوردرهامون هم به طور خاص مشخص کنیم. برای اینکه این بوردر ویت و ولیوهایی که می نویسیم یه ترتیبی داره که خدمتون میگم. اولین ولیویی که می نویسیم ولیویی هست که برای تاپ هست، اینو باید به خاطر بسپارید خاطر اینکه ترتیب اینا مهمه. دومین ولیو برای سمت راستمون هست. سومین ولیو برای سمت پایین یا باتن هست که 10 پیکسل قرارش میدیم و چهارمین ولیو برای لفت یا سمت چپ هستش. بعد اینکه سیو کردیم، بله میتونید ببینید، نگاه کنید
تقریبا من این بالا و پایین رو یک مقدار گذاشتم و چپ و راست هم یک مقدار دیگه. و با این ابزار بوردر ویت میتونید که دستی هر طرف رو که دوست داشتید ویتش رو همون مقدار قرار بدید. خب چیزی که مهم هست، اگر حالا ما اینجا لفت آخر رو نذاریم و پاک کنیم هیچ اتفاقی نمیفته. فقط تنها چیزی که باید شما بدونید این که خود CSS اتوماتیک وار وقتی لفت رو برمیداریم مقدار رایت رو به لفت خودش مقدار دی میکنه. برای مثال اگه بخوایم 10 رو اینجا که پایین هست برداریم و همون مقدار تاپ رو که بالا هست دقیقا همون ریزالت قبلی رو ما داریم اینجا. خب یکی دیگه از پراپرتی که میخواستم خدمتون بگم بوردر کالر هست که ما اینجا کلیش رو داریم و اگر بخوایم به طور خاص به هر سمت از اون باکسمون بوردر رنگ بوردر خاصی رو بدیم اینجا میتونیم طبق همون قانون قبلی که بهتون گفتم بالا، راست، پایین و چپ به اون مقدار دی کنید. آخرین موضوع که میخواستم خدمتون بگم بوردر ریدیس هست که فکر میکنم تو مثالهای قبلی تو ویدیوهای قبلی دیدید این رو که بوردر ریدیس یه حالت کورنر مانند توی اون باکس ما قرار میده و اون حالت تیزی سر باکس رو میگیره و شکیلتر و خوشگلترش میکنه و هر چقدر ما مقدار این رو بیشترش کنیم میبینیم که لبه های باکس ما گردتر میشه. خب آخرین چیزی که میخواستم خدمتون بگم این هستش که اگر ما بخوایم به طور مثال اینو به دایره تبدیلش کنیم اون باکسمون رو من اول به مربع تبدیلش کردم خاطر اینکه با این هایت و ویت و تغییر این بوردر ریدیس میشه شکل‌های مختلفی رو در آورد. حالا بعدا میتونید خودتون امتحان کنید و شکل‌های زیبایی رو خلق کنید. من اگه اینو 100% بذارم و سیو کنم کدم رو همطور که میبینید به شکل دایره در اومد این باکس ما. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید و در ویدیو بعدی در مورد شادوها صحبت میکنیم. ممنون و خدا نگهدار.